پروردگار در یک لحظه این ظالم بدبخت را چگونه با ترس و هراس از کرسیش گریزانید که گریخته و پناهنده شده و ترسیده تخت خود را ترک کرد. ولی پس از آن همه بدبختی، پس از آن همه نابودی، پس از آن همه ظلم و ستم که حتی گیتلر هم نکرده بود، یعنی اگر گیتلر رو تاریخ همچون یک آدم فاشیستی تندرو و بیرحم شناسد، بشار کاری که کرد حتی گیتلر هم به خلق خود نکرده بود. ولی چون این روزها روزهای تاریخی هست، من و شما باید از این عبرت بگیریم و پروردگار هر باره که در قرآن از نابود شدن فرعون، از نابود شدن قوم عاد و قوم ثمود و این چنین درباره نابودی مشرکان در جنگ بدر صحبت میکند، همیشه برای ما از آن درس ها و از آن عبرت هایی که باید بگیریم